3,366 million hours. I say battery as the non-removable cable, but I think it's because they just want you to default to putting this back. My name is Said. رنسانس فرانسه است که انسان شروع کرد به فکر کردن. دینم دو تا چیز مشخصه داره، یکی عظمت و بزرگی که من خیلی بزرگم، خدا بزرگه، همه چی بزرگه، من بزرگه. دو خود شخصیت رابطه که میگه تو اصلا واسه شناخته هستی یک کسی رو میخواد، تو نمیفهمی، من میتونم برات ترجمه کنم یا بهت بگم ببرمت اونجا. این برداشته شد، انسان خودش با هستی ارتباط برقرار کرد، واسطه رو گذاشت کنار. کارم از اینجا شروع شد که من دیدم ما انسان ها داریم خیلی به طبیعت لطمه میزنیم. چرا؟ هی میرفتم تو پارک‌های جنگلی اینجا گشتم، تنهایی هی قدم میزنم. اینم باعث شد که یه مقدار ارتباطم با طبیعت بیشتر بشه. اینم یه استایل ایستادن آمریکایی هاست که تو کانادا هم که مرسومه و مردم اینطوری با میسن دستشون میزنن به سینه‌شون و لم میدن، همینطوری خیره میشن یه داره میکنن. این توتمه ولی یه توتم مدرنه. توتم هم توی ایندیانا، سرخپوستای آمریکا، هر کدوم از اشکال سمبل یه چیزیه. عقاب داریم، کلاغ داریم، مدیسن وومن داریم، زن حامله داریم و چند تا دیگه. این همون عقاب رو شکلشو درست کردم، یه ذره اینجاهاشو مدرن کردم، از روی عکس درستشو بخواین رو درست کردم، ولی خیلی به دلم نشست. این یه ارتباطی ما بین امروز و دیروز. توی نورس آف امریکا دهات بوده، جمع می‌شدن، همه خانوما سر یه ساعت معین با همدیگه میرفتن رختاشون رو میشستن، با همدیگه میمدن رختاشون رو پهن میکردن. این موقعی که این رختاشون رو پهن میکردن محل تبادل اطلاعات بوده، همه اطلاعات اونجا با هم میدن، با هم روبرو میکردن. اسمش رو گذاشتن فرست ایجنسی، اولین خبرگزاری تو دنیا. خانوما بودن موقع رخت پهن کردن توی نورس آف امریکا. اینجا کتابای مختلف میذارن، من کتاباشو برمی‌دارم، بیشتر کتابای بچه‌ها رو میذارم توش، چون فرهنگ با بچه ساخته میشه نه با ما. خب 74 سالگی رو باید قبول کرد دیگه. از اینکه میفهمم هممون که مردیم به هیچ میرسیم، هیچ خبر نداریم، خوبه.